هر لحظه حیات ما برایمان نهایت گران است. من از بعضی آدمان حیرانم، چون گمان دارند از مرگ می گریزند و نجات می یابند، اما مرگ که آمد دیگر به کسی راه گریز نیست. اما برعکس، همین تمام آدمان می توانند از جهنم نجات یابند، اما از مرگ نه. چیست راه نجات؟ با طاعت و عبادت، خیر و سخاوت نموده در حال حیات آنها می توانستند آخرت خود را آباد سازند و از آمدن مرگ دیگر نترسند. اما افسوس، تا مرگ نیاید زیادی آنها بیدار نمی شوند. از آنچه می گریزند که بالای همگان مرگ خواهد آمد، اما به سوی آنچه ضرورشان است، یعنی جنت، حرکت و عمل نمی نمایند. ای فرزند آدم، هر کجایی که ما نباشیم ملک الله است. پس روزی چون آن غلامی نباشیم که گمان می کند که از صاحبش می گذرد و اما به دست می افتد. این در دنیاست که شاید گناه کردی و می توانی از قانون دولت گریزی، اما آیا از الله جای گریز می یابی؟ چون هر جا که گریزیم عاقبت آن هم ملک الله است. پس چی باید کرد؟ از مرگ کو گریز نبوده است. روز جزا خواهیم نخواهیم سوال و جواب جنت و جهنم بوده است. جواب این سوال را الله تعالی در کلامش و پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث هایش بر ما رسانیدند. آن روز ما نمی توانیم بهانه سازیم که نه، من را کسی نگفت، محیط زندگیم از اسلام دور بود، وقت نداشتم، سلامتیم خوب نبود، بایگری و وظیفه و قدرت مرا مغرور ساخت و یا غیره. چون هر یک عضو تو آن روز شاهد خواهند بود، یا به فایده تو و یا بر ضرر تو. پس از امروز در پی آبادی هم این دنیا و هم آخرت باشیم، چون هر یک روز و ساعت برای ما و شما غنیمت است. آیا امروز هستیم فردا کجاییم؟ این را هیچ یک بنده نداند. پس همه روزه هم پی نفقه خود و عائله باشیم و هم پی طاعت و عبادت و اعمال خیر. فراموش نسازیم که زیادی آنان که در قبرند و یا بالای تخت چوبین یعنی تابوت از اهل حسرتند. آنها گمان داشتند که عمر 80 و 100 می بینند و در پیری رو به طاعت و عبادت می آرند، اما افسوس می خورند که در سن 20 و 30 و 40 و یا در پیری به طاعت و عبادت الله از این دنیا رحلت کردند. اینک آنها حسرت می خورند و از الله اکنون این زمان التجا می کنند که الها ما را عمر دوباره عطا فرما تا تمام عمر خود را به طاعت و عبادت و عملهای خیر گذرانیم. ما را پول و مال و وظیفه مغرور ساخت و از فرمانهایت دور شدیم و حتی ضد فرمانهایت عمل کردیم. اما این زمان عمر عطایمان فرما تا همه مال خود را در راه رضایت خیر نماییم و با نزدیکانمان روی به طاعت و عبادت آریم. اما الله به بندگان یک عمر این دنیای فانی عطا می کند و دیگر عمر تنها در دنیای باقی است. حسرت و پشیمانی دیگر سود ندارد. پس شما ای فرزند آدم، گر نخواهید از اهل حسرت باشد، پس از یاد الله غافل نباشد.
گمان نکنید که به پیری رسم روی به طاعت و عبادت می آرم. چون میلیون ها چون شما جوانان با همین نیت ها به طاعت و عبادت دنیا را ترک کردند و روز نوبتی ما و شماست. هر یک روز و ساعت برای ما و شما باید غنیمت باشد، چون نه جوان و پیر، نه بای و کمبغل، نه رئیس و نه زیر دستان جاویدانی در این دنیا نمی مانیم و روز نوبت سفری ما نیز می رسد. چشم عبرت کشایید و خود ببینید که میلیون ها زور و بازو داشتگان مردند و زیر خاک پوسیده رفتند. میلیون ها پول و مالداری که از پول و مال داشته متکبر بودند مردند و یک تنگه با خود نبردند. میلیون ها پادشاه و سردار و سروران مردند و از ملک و داراییشان نام و نشان نماند. پیامبران و اولیا و عالمان نیز چون روز و ساعتشان آمد مردند و الله ساعت بر آنان عمر زیادتی نداد. پس امروز و این ساعت تو آن نفری که این مصرع ها را میشنوی فرصت داری برای آمدن آن روز تیار باشی.